الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این سوره را چرا سوره نور میگن؟ اول ما شما وجه تسمیهش میفهمیم که سوره نور به خاطر ازی سوره نور میگن که در اینجا الله متعال در مورد نور و نورانیت آیات را بیان کرده و خود خالق آسمان ها و زمین نور گفته، الله نور السماوات والارض. اما یک نقطه اعتقادی که ما و شما باید همیشه در عقیده خود داشته باشیم که کلمه نور و یا هر کلمه دیگی که در قرآن عظیم الشان استعمال میشه و به الله نسبت داده میشه، ما و شما نباید ایره به مخلوق و یا آن چیزی که مربوط به مخلوق است تشبیه بکنیم، چون در مسائل اعتقادی آنچه که به الله نسبت داده میشه او را ما تشبیه نمیکنیم. نوری که ما و شما میشناسیم که از دیدگاه ساینسی هست، اون نور فرق میکنه با این نوری که نور معنویت است، نور ایمانی هست، نوری که به خالق متعال تعلق میگیره. پس باید اینجا از کلمه تشبیه لیس کمثله شیء باید این را همیشه در مسائل اعتقادی در نظر داشته باشیم. سوره نور به خاطر از این سوره نور میگن که در این مسائل نورانی، مسائل روشن فکری، مسائل روشن ضمیری، مسائل نظام نورانی اخلاقی، یکی مدینه منوره هست، یکی مدینه فاضله هست. افلاطون یک پیشنهاد داشت، میگفت که ما یک مدینه فاضله میسازیم. مدینه فاضله چی را می ساختن؟ مدینه فاضله افلاطونی یک شهر خیالی که میگه در اونجا هیچ گناه نباشه، هیچ زشتی نباشه، هیچ کس مال کسی را نخوره، هیچ مجرم وجود نداشته باشه، هیچ محکمه نباشه، هیچ قاضی ضرورت نداشته باشه. این یک مدینه یا یک شهر هست خیالی که در کدام جای امکانات ساختن تو شهر مشکل است، در خیال میایه. تو آدم خیال پلو بزنه که یک شهر از بسیار لکس، جوانایش بسیار خوب با اخلاق است، اگر 100 تا زن و دختر تیر شوه هیچ هم سر خودم شور نمیته، شاگردایش هم شاگردا باشه که هم شیشته باشن که تا آخر درس میتی، نه موبایلی را مصروف بسازه و نه خواب بریش. اینطوری شهر خیالی در خیال میه اما حقیقت نیست. اما رسول الله صلی الله علیه و مدینه فاضله نگفت، رسول الله صلی الله علیه و مدینه منوره ساخت. مدینه منوره که در اونجا معنویت بیشتر است، اخلاق بیشتر است، انسانیت بیشتر است، مردمای خوب بیشتر است، لکن بعضی از مردمای زشت، خراب، بیدین، منافق او هم پیدا میشه دیگه، جامعه هست. در مدینه رسول الله صلی الله علیه و سلم که اشخاص مثل ابوبکر و عمر و عثمان و مهاجرین انصار بودند که الله صفات بسیار عالی از اونها را بیان کردند، در عین حال ابی ابن سلول رئیس منافقین هم در اونجا زندگی میکرد و وجود داشت و یهودیای خطرناک هم وجود داشتند. اما اکثر و اغلب نورانیت بود، اخلاق بود، ایمان بود، مردمای خوب بودند و اقلیت و کم مردمای زشت بودند که آهسته آهسته این مردما شکست میخوردند و از بین میرفتند. از این خاطر مدینه رسول الله صلی الله علیه و چی میگن؟ مدینه منوره میگن. و چرا این مدینه منوره میگفتن؟ چرا مدینه میگفتن؟ منورهش فهمیدین چرا مدینه میگفتن؟ به خاطری که رسول الله صلی الله علیه و سلم در اینجا اساس مدنیت گذاشت، اساس تکنولوژی را گذاشت، اساس حکومت اخلاقی انسانی را گذاشت، اساس زندگی خوب گذاشت که در سوره نور بسیاری از این اساسات تشریح میشه، بیان میشه و ما و شما این را میخوانیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره نور مدنی هست و غالبا در سوره مدنی یک نقطه هست که با سوره مکی فرق داره. در سوره مکی چون غالبا مردم در مکه مردمای منافق هستند، مردمای مشرک بودن، بیدین بودن، کافر بودن، زیادتر استدلالات بر توحید و وحدانیت الله، به وجود الله، دلایل قدرت الله، این مسائل توحیدی
در سوره های مکی بیشتر است. در سوره های مدنی در پالیزی که مسائل توحید هم بیان میشد، غالبا در سوره های مدنی بیان احکام شریعت اسلامی هست، نظام های اسلام است، نظام سیاسی اسلام، نظام اخلاقی اسلام، نظام اجتماعی اسلام، نظام قانونی اسلام، نظام قضایی اسلام، قوای مقننه، قوای قضاییه، قوای اجراییه، احکام ازی، شرایط ازی. اینی مسائل بیشتر که مربوط به احکام میشن، نماز، روزه، حج، زکات، حقوق زن، حقوق مرد، حقوق طفل، حقوق انسانها، حقوق حیوانها، اینا کلش در سوره های مدنی بیان میشن. پس وقتی که میگیم سوره نور سوره مدنی هست، به این معنا که همین نظام های مختلف اسلامی و احکام شریعت الله در این بیشتر بیان شده است. بسم الله الرحمن الرحیم. سورتون، الله متعال میگه هذه سورتون، هذه مبتدا محذوف است و سورتون خبر است برای مبتدای محذوف. کسایی که عالم نحوی هستن این گپا رو زیادتر میفهمن. سورتون، این سورت، هذه سوره، این سورت که است، الله متعال میگه انزلناها، ما را نازل کردیم. الله متعال وقتی که ضمیر جمع را استعمال میکنه بر ذات خود که میگه انزلنا، ما نازل کردیم، این ضمیر تعظیم میگن در زبان عربی. الله متعال در جایی که عظمت خود بیان میکنه اونجا باز ضمیر جمع میاره و در جایی که توحید بیان میکنه باز اونجا ضمیر مفرد میاره. اینجا الله متعال عظمت خود بیان میکنه که این سوره که است، ما با عظمت و کبریا و جلال خود ایر نازل کردیم و فرضناها و ایر فرض کردیم و انزلنا فیها و نازل کردیم دئی آیات بینات، دلائل بسیار واضح و روشن، احکام و یا شریعت واضح و روشن است. لعلکم تذکرون، شاید که شما با خواندن آیات این سوره مبارکه شما پند بگیرین، در شخصیتتان، در فکرتان، در اخلاقتان، در زندگیتان تغییرات وجود بیاید. اولین حکم الله در اینجا وقتی که بیان میشه، در سوره قبلی الله متعال زشتی ها را بیان کرد که زشتی ها را نکنین. الله متعال میگه که اگر در حکومت اسلامی که رهبریت از رسول الله صلی الله علیه و سلم داشت و حکومت و خلافت اسلامی که در اونجا حاکم شریعت می باشه، حاکمیت مربوط به الله می باشه، در اوتش حکومت که حاکمیت مربوط الله است و شریعت الله نافذ است، در اونجا از زانیت و زانی اگر شما کدام خانم زناکار میبینین و یا کدام مرد زناکار میابین، احکامش بیان میشه که اینا چند حکم دارن. اول، آیا این فرد متأهل است یا مجرد است؟ آیا آزاد است و یا هم غلام و کنیز است؟ اگر متأهل است و خودش اعتراف میکنه که ما زنا کردیم و یا متأهل است زنا کرده، بالای از 4 مرد شهادت میدن که ما ایره با بسیار دقت دیدیم، در او صورت حکم ازی خاص است که اونمو رجم است بالحجاره. در صورتی که این شخص مجرد است، مرتکب از این عمل شده، باز ایدمی آیت شریف بیان میشه که فجلدو کل واحد منهما 100 جلده. باز بر از اینا رمی بالحجاره نیست، بلکه بر از اینا چی هست؟ 100 جلده که 100 دره هست. الله متعال میگه که ولا تأخذکم بهما رأفت فی دین الله، ولا تأخذکم، و شما را نگیره به این دو شخص، بهما به می دو شخصی که ای جرم کردن، رأفت مهربانی، فی دین الله در تطبیق شریعت الله. آیا شما از الله که مهربان هستین؟ آیا شما بالای افراد جامعه مهربانتر هستین؟
آیا این جوانه که زنا کرده همراه یک دختر مسلمان، آیا شما با دختر مسلمان، به پدر از او دختر، به خانواده از او دختر زیاد مهربان هستین؟ الله میگه نسبت به شما مهربانی ما بیشتر است. از این خاطر ما به اساس عدالت خود امی حکم میکنم. در این قسمت دین الله یعنی شریعت الله. در شریعت الله و تطبیق شریعت الله شما خود از الله کده مهربانتر قرار ندین. اگر شما ایمان دارین، این کنتم تؤمنون بالله، اگر شما ایمان دارین به الله و الیوم الاخر و به روز آخرت. چرا این حکم است؟ الله متعال به خاطر ازی که جامعه بشری هر فرد از این مثل یک عضو از این هست. عضوی که خراب میشه، اگر در موترتان یک پرزه خراب میشه میبرینش پیش آهنگر که ایره دوباره خوب همونطور داتش پرتش ذوبش کنه، جورش کنه تا که وظیفه خود منظم چی کنه؟ انجام بده. انسان هم عضو اینمی جامعه هست. وقتی که فاسد میشه باید جزای فساد خود ببینه و دیگرها بیاین در وقتی که جزا داده میشه باید اشتراک بکنن و ایره ببینن. چرا؟ چون تنها مسئله جزا نیست، مسئله پاکی شهر است که مدینه منوره باشه تا دیگرها پند بگیرن و این جرم و این جنایت انجام ندن. ولیشهد عذابهما، و حاضر باشند در عذاب از اینا، طائفه من المؤمنین، یک جماعت از مؤمنا که اونا وقتی رو میبینن در حقیقت پند میشه برای کل مردم. این یک قاعده. قاعده دوم، در جامعه‌ای که انسان‌های بدبخت وجود داره، اونمو انسان مرد بدبخت اونمو زن بدبخت ازدواج میکنه. الزانی لا ینکح الا زانیة، مرد زناکار و بدبخت ازدواج نمیکنه الا زانیة، مگر خانه میره که مثل خودش واره، بد اخلاق است، بد عمل است، امور خوش داره. از این خاطر سازنده رو میگیره، رقاصه رو میگیره. تو اگه بری یک دختره که بی سطر بی حیا هست خواستگاری بکنی، باستر میگه که ریشته سعی کوی قوارت سعی کو، برو اول خدا ریشته چپ تراش کو، برو اول کالایت تبدیل بکو، در سایت ترک بکو، نماز ترک بکو، باز بیا مکد تو ازدواج میکنم. یعنی تا وقتی که مثل ما ور زناکار نشی، گناهکار نشی، بد اخلاق نشی، من به امرای تو ازدواج نمیکنم. از زانی الله متعال میگه که این فکرتان باشه که زناکار با زناکار ازدواج میکنه و یا با هم مشرک یا امرای یک زن مشرکه را پیدا میکنه که بیدین از شرک مبتلاست، باز او امرای از زنا میکنه. و زانیت و زنهای زناکار و دخترای زناکار لا ینکحها، او را به نکاح نمیگیره الا زان او مشرک، مگر یک فرد زناکار و یا هم مشرک. و حرم ذلك علی المؤمنین، و این حرام است بالای کی؟ بالای مؤمنین. الله متعال تقدیر از اینا را با هم نوشته نمیکنه، مقدر امیر میکنه. آلی یک گپ دیگه هم که بسیار خطرناک است، ایره متوجه باشین. بعضی کسا هستن که العیاذ بالله ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها را به زنا متهم میسازن. میگن که عایشه صدیقه ام مادر ما و شما، کل ما او را مادر خود میگوییم، قرآن بر ما گفته که مادر مؤمنا هست. مادر ما و شما که ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها هست، اینه میگن زناکار است. حالا کسی که ام المؤمنین زناکار میگه نظر به این آیت کافر است. چرا؟ اگر ام المؤمنین زناکار باشه، آیت قرآن میگه والزانیة لا ینکحها، ایره به نکاح نمیگیره الا زان او مشرکین. آل بی بی عایشه را کی به نکاح گرفته؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. پس اگر کسی رسول الله صلی الله علیه و سلم که زناکار است یا رسول الله صلی الله علیه و سلم مشرک است، خودش کافر میشه نمیشه؟ چرا اینجا آیت قرآن میگه که الزانیة لا ینکحها الا زان او مشرک. پس وقتی که تو میگی که بی بی عایشه زناکار است،
به این معناست که رسول الله صلی الله علیه و آله نکاح کرده و الله میگه زناکار نکاح نمیکنه مگر کی؟ زناکار یا مشرک. و اگر کسی به رسول الله صلی الله علیه و سلم بگه که العیاذ بالله بگه که زناکار است یا مشرک است، حکمش چی است؟ این کافر و مرتد است و از دین اسلام خارج میشه. بعضی اوقات به قصه های که یهود و نصارا و یا بعضی مردمایی که ضد دین بودن جور کردن، بعضی مسلمانای بیچاره نمیفهمن، احساساتی متاثر میشن و گپا را قبول میکنن. از این خاطر بعضی گپا بسیار خطرناک است که انسان چی میسازه؟ به شرک و کفر و ارتداد میکشونه. و این آیت اینمی دلیل است که بسیاری کسایی را آیت فکر شما میگه گشته بود 100 مرتبه از آیت تیر شده. نه، این گپ بسیار خطرناک و بسیار دقیق است. والذین، خب این حکم دیگه خود الله متعال میگه که والذین یرمون المحصنات. بعضی کسا هست میگه عادت داره سر دخترها و زنهای با ایمان و با شخصیت هر وقت اینا را تهمت میکنن، سر اینا را به زنا میگه بدکاره هست، زناکار است، دوش میزنه، دشنامش میزنه. اگر حکومت اسلامی حقیقی باشه، حکم زنا چی هست؟ کسی که یک مرد و یک زن مسلمانه به زنا و به گناه های خطرناک جنسی تهمت میکنه. الله متعال میگه والذین، و کسانی که یرمون دشنام میدهند به زناکاری المحصنات، دخترها و خانمهای عفیفه را که اونا پاک هستن، از اینا قاضی مسلمان 4 شاهد از پیشش میخواد. تو دشنام دادی گفتی زناکار است، برو 4 شاهد پیدا کن که بیای شهادت بده. اگر نداد، پیدا نکرد، باز این چی میشه؟ بالای خودش حد قذف جاری میشه. حد قذف چی است؟ که این دو زده، امی دو زدن از این که قذف کرده بالای از این. چرا میگه برو یا 4 شاهد بیار یا سر خودت اینمی حکم تطبیق میشه. والذین، و کسانی که یرمون دشنام میتن المحصنات، دخترها و خانمهای عفیف و پاک مسلمان را، ثم لم یأتوا باربعه شهدا، باز اینا نمیارن 4 مرد. 4 مرد باید شاهد بیاری که اونا اقرار کنن پیش روی قاضی و بگن ما 4 ما به چشم خود دیدیم. اگر این کار نکرد، اگر 3 نفر هم آورد، 2 نفر آورد یا خودش میگه گفت دیگه نفر نداشت، الله متعال میگه به خاطر اینمی بد اخلاقیش، به خاطر شکستاندن حقوق زن و حقوق دختر. ببین حقوق زن در قرآن عظیمشان الله متعال میگه امین مرد چی کنین؟ فجلدوهم، ایره بزنین 80 جلده، 80 داره بزنیش پیش روی کل مردم که دیگه کس جرأت نکنه که به یک دختر یا زن مسلمان تهمت زنای ناقیره بکنه. اما جزایش بس است؟ میگن نه، ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا. امی کسی که دو زده این شهادتش هم قبول نکنین. اگه سبا روز این نفر آماده میشه، تو قاضی هستی در محکمه، میگه که مثلا فلانی مسئله شهادت میدم، بهش میگه که نه، تو به خاطر که زشت به اون دختر و زن مسلمان دادی، شهادت تو رد است برای از محکمه. همین 2 جزا میگه نه، یک جزای سیومی هم داره. و اولئک هم الفاسقون، شما ایره فاسق بگوین، اینا فاسق هستن، از اطاعت الله برآمدن و جزای فاسق بر از اینا در آخرت داده میشه. پس تا وقتی که توبه نکنه. راه حل داره؟ میگه بله، الا الذین تابوا، مگر کسانی که توبه بکنن، من بعد ذلك، بعد از این کار، و اصلح و اصلاح بکنن خدا، فان الله غفور رحیم، باز الله متعال بخشاینده و مهربان است. والذین، خب آل سوال دیگه میشه، میگه یک کسی خانم خدا متهم به چی میسازه؟ به زنا میسازه. میاد محکمه اسلامی هست و میگه که اینمی خانم مکست، اینمی زنا کرده. والذین، الله متعال میگه و کسانی که یرمون دشنام میتهند به زناکاری ازواجهم، خانمهای خود را، ولم یکن لهم شهدا الا انفسهم، اینا شاهدی ندارن مگر نفسهایشون. شاهد ندارن مگر، میگه من خودم شهادت میدم، من شاهد ندارم، خودم دیدیم. فشهادت احدهم اربع شهادات، بازمی شخص باید 4 شهادت بده.
بالله که قسم بر الله بخوره که انه لمن الصادقین که او چی است؟ من راست میگم. والخامسه و پنجمیش چی بگویم؟ اللعنت الله علیه، بگوید لعنت الله بالای ما است ان کان من الکاذبین، اگر ما دروغ بگویم. همین نفر باز در محکمه میگه که لعنت الله سر ما باشه اگر ما از جمله کاذبا باشم. و یدرأ عنه العذاب، آل خانمش چی کنه؟ خب شهادت مرد قبول شد، زن شهادتش قبول نمیشه، آل مرد در مقابل زن، خانم در مقابل شوهر قرار داره. الله میگه شهادت زن اینجا با شهادت مرد چی است؟ مساوی هست. خانم هم میتونه. و یدرأ عنه العذاب، آل عزیز زن وقتی عذاب دور میشه، شوهرش قسم خورد و 4 شهادت هم داد، پنجمیش لعنت هم گفت، آل سر زن حکم زناکار تطبیق میشه، الله متعال میگه نه، اینجا زن هم حق مساویانه با شوهر خود داره. فهمیدین؟ در شهادت اینجا چی است؟ و یدرأ عنه العذاب، و از اینمی خانم دور کرده میشود عذاب، ان تشهد 4 شهادات، این هم 4 شهادت میته خود میزن. بالله، به نام الله که قسم میخوره، انه لمن الکاذبین، که اینمی شوهر ما دروغگوی است. قسم میخوره که اینمی که این شوهر ما دروغ میگه. در صورت که یمی 4 قسم خورد و پنجمی چی میگه؟ والخامسه، و پنجمی سخنش چی میباشه از این خانم؟ ان غضب الله علیها، غضب الله میگه سر من نازل شوه ان کان من الصادقین، اگر این شوهرم راستگوی باشه سر من الله غضب خدا نازل بکنه. خب اگر امی قسم خورد خانمش، باز اینجا سر خانمش حد تطبیق نمیشه و قاضی باز در بینشان چی میاره؟ فاصله و جدایی رو میاره. حالا بسیاری وقتا بعضی کسا هست میگه شهادت مرد و شهادت زن، حقوق زن چطور است؟ مثلا چرا شهادت 2 زن در مقابل 1 مرد است؟ این احمقا نمیفهمن که شهادت ها فرق میکنه. در بعضی جاها هست که شهادت زن و مرد مساوی هست. مثلا اینجا که زن در مقابل کی قرار داره؟ مرد قرار داره. شهادت هر دوشان چی است؟ مساوی هست. وام 4 گپا گفت، پنجمش رو گفت وام این نظر دوش مساوی شد. پس با شهادت مرد بالای ای زن حکم رجم میشد، وقتی که پس ای زن خودش خیست شهادت داد و قسم خورد، چی شد در مقابلش؟ رجم چی شد؟ ساقط شد. اینجا مساوی شد نشد شهادت ها؟ از این خبر ندارن. ببین دشمنای اسلام چه قسم در مغزا کار میکنن و مردم. اونو وقت 2 مرد مساوی شهادت 2 مرد با 1 زن که در مسائل اقتصادی باشه. مثلا 5000 کانتینر است، سر از او مثلا مردا شهادت میتن، میگه والا 5000 کانتینر مردا بازار کانتینر واز میکنه و جنجال از فلان است، میگه زنا در این مسئله اگه شاهد کار میگه باید 2 زن باشه. چرا؟ قوت 2 زن، 1 زن دیگه چی میسازه؟ قوی میسازه در مسائل اقتصادی و در این مسائل معاملاتی. اما در اینجا کس باز شهادتشان چی است؟ مساوی است. در بعضی جایایی که مسائل بد اخلاقی هست، باز شهادت زن هیچ، میگه زن در اون مسئله هیچ مداخله نکنه. مثلا یک کسی هست سر یک خانم بیگانه تهمت کرده که زنا کرده، خانم خود کش کرده میبره که تو بیا در پشت من ایستاد شو شهادت بده. اونجا الله میگه این شهادت خو خطرناک است، این زن خو با حیا هست. چطور یک زن مسلمان میره سائل میکنه که فلانی زنا میکنه، باز کلکینش آواز میکنه، این میکنه. اصلا میگه این مسائل این زنا هیچ زن باید شهادت نده. این مسائل کلش به خاطر حفظ و عزت و شرافت و کرامت زن است. شهادت یک مسئولیت است، یک مکلفیت است، یک حق نیست. حالا اگه مثلا در بیرون یک قتل میشه در لب سرک، پلیس میاد شما 4 نفر میگه شما 4 نفر بچا برین همینجا بودین شهادت بدین که نمی قتل کی کرده. شما نفر هم دیدین که اون فلان نفر خیس و نفر کشت. خانم‌ها رو چی میگه خواهرا شما برین شما رو در محکمه و پیش پلیس و ساروالی نمیبرین. آره اینجا بر از اونها احترام کرد یا حقشان نخورد؟ اینجا بر از اونها احترام کرد. اما بعضی کسا باز اونمو احترام تو را محکم میگیره که نه چرا از زنا 1-2 تا شاهد نبردی، چرا هر دوشان در موتر رنجر ننداختی و چرا زنا رو نبردی در پیش سارنوال استاد نکردی و در محکمه استاد نکردی و زنای بیچاره در این خناق در این مشکلات در این جنجال تو ترحم کردی و ترحم تو را به چی تعبیر میکنه؟
حق زنها را خوردی. اینجا حق نیست، مسئله چی است؟ مسئله سختی و مشکلات است. پس مسئله خود شهادت حق نیست. شهادت چی است؟ تکلیف است، یک مکلفیت است. بنابراین الله متعال در جایی که حق زن است اونجا شهادت زن و مرد مساوی کرده. در جایی که سر زن فشار میاد گفته 2 تا زن یک جای شون، یک شانه دیگه خودم محکم کنن برن شهادت بدن. در جایی که مسائل خطرناک است مثل زنا و مثل قتل و طلاق گفته اینجا باید خانم ها را زحمت نتین. این کلش به اساس چی است؟ به اساس رحمت الله بالای خانم ها هست. ولی بعضی کسا که نمیفهمه میگه با خدا زدگان ستیزه مکن که خدا زدگان را خدا زده است. و خدا زده و هر گپ چی نمیکن. خب ولولا فضل الله علیکم و رحمته، الله متعال میگه که اینمی احکام به خاطر چی هست؟ میگه این احکام نظام سیاسی اسلام هست. احکام هست که در حکومت و خلافت اسلامی تطبیق میشن. و این احکام به خاطر چی هست؟ الله متعال میگه به خاطر فضیلت الله و رحمت الله هست. الله میگه ولولا فضل الله علیکم و رحمته، اگر فضل الله بالای شما نمی بود و رحمت الله بالای شما نمی بود، و ان الله تواب حکیم، و الله متعال یقینا تواب بسیار پذیرنده توبه و حکیم است. یعنی اگر فضل الله و رحمت الله بالای شما نمی بود، باز جامعه شما با اینمی چیزها چی میشد؟ فاسد میشد. بسیار جوامع از امیال بچه نمیفهمه که پدرش کی هست. جوامع اروپایی حال بسیاری وقتا تذکره رو به نام مادر جور کردن. میگه چرا تو میکنی؟ میگه والا هیچ پدر است، هیچ پدرش معلوم نیست. برام تذکرهش به نام مادرش باشه صحیح است، پشت پدرش نگرد. بسیاری فرزنده هست دمو امریکا به نام هوملس. ما پرسان کردیم که این هوملس چی مانا؟ میگه هوملس، ما خود در افغانستان هوملس نداریم، یعنی خانه گم کرده. خانه گم کرده چی قسم است؟ جوان بچه از خانه را گم کرده. تو بیا هوملس جان، what's your problem؟ میگه my problem is that I don't know my father, I don't know my mother, I don't know my cousin, I don't know my family, I'm as a dog. میگه من مثل یک حیوان هستم، در روی سرک افتادیم، نه مادرم من میشناسم، نه پدرم من میشناسم، نه فامیل من میشناسم. دمی روی سرک پیدا شدیم، دمی روی سرک کلان شدیم، روی سرک جوان شدیم. باز از اون نفرها باز جور میکنن بلک واتر. باز رو میاره در افغانستان میگه بوم برام مردار شوه، وانا نه مادر داره، نه پدر داره، نه فلانی داره، حیوانات داره. اینی قسم است. الله متعال میگه که اگر رحمت الله سر شما نمی بود و فضل الله نمی بود، شما هم مثل از اینا واره بی شخصیت، بی حیثیت، بی ارزش، بی همه چیز. چرا الله متعال امی حدود برای چی هست؟ حد که است انسان 5 ثروت بسیار قوی داره در زندگی خود. ثروت ایمان است. به خاطر حفظ ایمان حد ردت است، حد ارتداد. فهمیدی یعنی؟ این مقاصد 5 شریعت میگن: حفظ دین، حفظ مال، حفظ جان، حفظ آبرو. فهمیدی یعنی؟ اینی حفظ است. برای حفظ دین اگر نوشته میکنین حفظ دین مقصد اول شریعت است. به خاطر حفظ دین حد ارتداد است. حفظ دین حد چی است؟ ارتداد است، تا که دین زائل نشه، دین تو حفظ شود. برای حفظ جان تو که جان تو حفظ باشه، این 2 مقصد از مقاصد شریعت است که به خاطر حفظ جان باز چی است؟ قصاص است. قصاص است. دیگه حفظ مال است. برای حفظ مال شما حد سرقت است که اگر کس مال تو سرقت میکنه باید دستش قطع شود. حفظ دین شد، حفظ مال شد، حفظ جان شد. برای حفظ آبروی تو یکی حفظ چی است؟ حفظ آبرو و عزت است. اینجا حد زنا هست، به خاطر که آبروی شوهر، آبروی پدر، آبروی برادر، آبروی خانواده در مقابل از این دختر حفظ شود. کسی که بالای تجاوز میکنه یه حفظ چی شد؟ به خاطر حفظ آبروی از این حد چی شد؟ حد زنا شد.
حفظ مال. برای حفظ عقل چی هست؟ پنجمیش که عقل تو باید محفوظ باشه و هر کس که عقل خود زائل میسازه باز حد چی است؟ حد خمر است. که کس شراب میخوره باز بالای از او حد تطبیق میشه به بالای شراب خور. پس 5 قسم فهمیدین؟ نشته کردین؟ 5 قسم مقاصد شریعت است، 5 تا، یعنی می حفظ 5 چیز و به خاطر حفظ می 5 چیز 5 قسم، 4ش حد است، یکشم قصاص. 4 قسم حدود و یک قسم هم قصاص این فرض شده. این کلش به خاطر رفاه بشریت است که الله متعال میگه اگه فضل الله بالایش نمی رحمت نمی بود باز آبرویش نمی داشته باشی. بسیاری کسا وقتی که در غرب میره، یک نفر رفته بود در غرب، گفت اونجا که رفتم پیسه خانه خودم فروختم، کل چیزام فروختم، دیگر رو صاحب سال میکردم که دخترم که یک افریقایی بای فرند شده و گرل فرند شده. میگه دخترم که یک سیلی زدم، پلیس آمد، میگه مرا گفت اوه اینجا تو آبرو مابروی تو نیست، اینجا سیستم دیگه هست. افریقایی میای قرار در خانه تو اینجا درنگ میکنه، تو بی غیرت قرار سنش سایل داری، چیزی بگویم پلیس داره چی میکنه؟ میبره. اینا الله میگه اگه فضل الله نمی بود نه ناموست بجای بود، نه شخصیتت بجای بود، نه آبرویت بجای بود، نه عقلت بجای بود، متوجه هستی؟ نه جسمت بجای میمان، نه دینت میمان، هر کس هر چیز میمان. الله متعال در مقابل هر کدام از این حدود را تعیین کرده که کسی سر حقوق تو تجاوز کرده نمیتونن. آیت بعدی که است بزرگترین حقوق، یکی از مسائلی که بسیار مهم است در این سوره که ما حوصله داشته باشین، این تیسیز نمیخوانیم به خاطر از اینکه عمر رضی الله تعالی عنه و بسیاری صحابه توصیه میکرد شما برای خانم هایتان، برای خواهرایتان، برای مادرایتان این سوره را بخوانین و تفسیر بکنین، یادشان بدین. چرا در این سوره از شخصیت خانم ها و حقوق زن ها بسیار دفاع شده. من یک وقتی یک کتاب نوشته کردم، زن در آینه قرآن. در این کتاب خود همین مسائل ذکر کردیم. الله متعال بر دفاع از حقوق زنها بسیار آیات قرآنی را نازل کردن. یکی از اولیاء الله بزرگ اسلام که الله متعال ان الله یدافع عن الذین آمنوا، که الله متعال دفاع میکنه از بنده های مؤمنش، یکی از خانم های هست که الله متعال از او دفاع کرده با چندین آیت قرآن. ای ولی، ای دوست الله، ای شخصیت بزرگوار اسلام ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها هست. سر 3 نفر تهمت شد، الله متعال از هر 3 دفاع کرد، لکن نوعیت دفاع فرق میکنه. خوبی را دقیق باشین. سر یوسف علیه السلام تهمت زنا شد، الله متعال به خاطر براءت از یک شخص را یا یک طفل را از اونمو خانواده از او پیدا کرد، از خانواده مسلطنتی، تا که او شهادت داد و براءت یوسف علیه السلام اعلان کردن. سر بی مریم تهمت شد، سر بی مریم تهمت شد، تهمت زنا. الله متعال به خاطر که بی مریم ولی از اولیاء الله بود، دوستی از دوستای الله بود، پیغمبر خدا در طفولیت سرش وحی نازل کرد. در طفولیت عیسی مسیح علیه السلام سر گپ آورد تا که پیغمبر بخیزه و براءت مادر خدا چی کنه؟ ثابت بکنه. که پاکی بی مریم الله متعال ثابت کرد و روی کل از اینا سیاه شد کسایی که تهمت زنا را سرازی میکردن. ام المؤمنین عایشه صدیقه مادر ما و شما را هم رئیس منافقین، منافقای بیدین و کافر و مرتد متهم به زنا کردند. الله متعال خودش چندین آیت قرآن نازل کرد و شهادت داد که یک زن پاک است. و این آیت قرآن حالا ما و شما در این قسمت رسیدیم که در سوره نور هست
این نورانیت برای ما شما میده که ببینین که الله متعال چه قسم از دوستای خود دفاع میکنه. ان الله یدافع عن الذین آمنوا. موضوع بی عایشه صدیقه چه قسم بود؟ ام المؤمنین رضی الله عنها این حرکت میکنه در یکی از غزوات است، وقتی که بر میگردن به طرف مدینه منوره، در یک قسمت کاروان مسلمان ها استاد میشن. وقتی که توقف میکنن، این میگه ما شطور ما که پایین کردن، شطور شیشتن، من در سر شطور در بین دولی بودم. از این میگه من حرکت کردم رفتم دور از چشم مردم، صحرا هست او طرف گوشه، ضرورتی داشتم به خاطر رفع ضرورت. پس آمدم، صحابه دیدن مرا، دیدن که من بالا شدم در دولی. یک وقت سوال میکنم که لاکت من نیست. خانم ها بسیار هم لاکت خود زیاد دوست می داشته باشن، طلا هست یا نقره هست یا هر چیز که دگردم نیست. ور خطا شدم، زود تا شدم، باز دویده رفتم که من همی لاکت خود پیدا بکنم. در اون قسمتی که تا جایی که من رفته بودم پالیدم لاکتک پیدا کردم. پس آمدم دیدم که قافله کاروان از پیش من رفته. این مردم که دیدن که خود از داخل عربی هودج میگن، در فارسی ما و شما دولی میگیم. سابق به خاطر سطر و ای برای خانم ها دولی جور میکردن و قرار پرده داشت، داخل دولی میشید جایی که سفر میرفتن. میگن یا حرکت کردن و رفتن خیالشان که من دوی دولی خود شیشتیم دیگه، چرا قبلا و مردم دیدن که من پس آمدم رفتم. پس از ضرورت آمدم بالا شدم، منتها مرحله دوم رفتن مرا متوجه نشدن. میگه من فهمیدم که کاروان وقتی که حرکت میکنه پشت سرش یک کس دیگه می باشه که چیزایی که از کاروان میمانده باشه و همراه شطور خود و مالای باقی مانده که از کاروان مانده او رو پس جمع میکنه. میگه من قرار دادم جایم قرار شیشتم که حتما اونا خبر شون که من نیستم، یا از اون طرف میانی از این طرف. میگه یک وقتی قرار شیشه بودم که سرم خوامد. یک وقت میگه شنیدم که یک کس میگه انا لله و انا الیه راجعون، و همین صحابی مبارکی که از اون طرف آمده که دیده، میگه من بی عایشه را در وقتی که آیات حجاب نازل نشده بود که خانم ها روی خود پد بکنن، من بی عایشه را او وقت رویش دیده بودم. مجرد که آمدم که دیدم که اوه مادر مؤمنه در اینجا مانده. میگه فوراً ای گفت که انا لله و انا الیه راجعون. میگه من سعی کردم که صحابی هست. میگه قسم به الله هست که این صحابی آنقدر شخص با ایمان و دیندار و با تقوا بود که سر خود پایین انداخت، فقط همون شتر استاد کرد، شتر خود خوابان و ما را گفت که بالای شتر بالا شوین و خودش از مهار شتر خود گرفت حرکت کرد تا ای که ما به مدینه منوره یادم قسمتی که قافله را گیر کردیم و به اونجا رسیدیم. اینجا میگه یک فرصت بسیار خطرناک برای دشمنای اسلام پیدا شد که دشمنای اسلام همیشه در تعقیب هستند که از کدام جای خالیگاه پیدا بکنن که بالای پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم حمله بکنه. ابی ابن سلول لعنت الله علیه که این رئیس منافقا بود، این خبیث میایه در مجلس برای دیگه اندیوالای خود میگه که اوه ما یک خنجر جور کردیم که خنجر کلش زار است. بعضی خنجر را اگه شما دیده باشین آیین است، بازی را زار میزنن که اگر او را بزنه او نفر اگر به خنجر کشته نشد همی زاری را حتما هلاک میکنه. گفت ما یک خنجر جور کردیم که زار خالص است. مردم گفت چه قسم از کوی خنجرت؟ گفت نه، این خنجر است که من میخوایم که رسول الله صلی الله علیه و سلم در قلبش بزنم، قلب از این بکفه، احساس درد، خستگی، جگر خونی بکنه، لکن قطره از خون از وجود از این نریزه. عجب خنجر جور کردی. این چه قسم خنجر است؟ گفت این خنجر من خنجر تهمت است که ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها را ما و زنا متهم می سازم. ام المؤمنین میگه من در خانه خود می آمدم، از جان خود خبر نیستم،
رسول الله صلی الله علیه و سلم سلام علیکم و رحمت الله سلام میته، اما او محبت و او نشست و او قصه که امرای من میکرد گپ باز نیست. میگه ما ایران منم چی گپ است؟ خب من میگم البته رسول الله صلی الله علیه و سلم در بیرون مجلس می باشه خسته می باشه، من مثل زنای دیگه واره نیست که شوهرش خسته بیایه باز میگه اینا که تمام روز که رفیقای قصه میکنی باز که پیش ما آمدی پیشانیت در سر بینیت افتاده و چطور است؟ خانه پر پلو خود خسته شدیم مانده شدیم. اما ام المؤمنین میگه من گفتم البته رسول الله صلی الله علیه و آله دیگه چی است؟ تا که میگه یک روز امرا یک میگه به اندازه این خبیث تبلیغات کرده بود که حتی اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله متاثر کرده بود. چرا تبلیغات خب بسیار خطرناک است. وقتی که تبلیغ میکنه آدم حیران میبینه که من خو میبینیم یا بیدار هستم. راستی همین قسم نباشه. میگه یک وقتی حتی یک قطع خانم ها میگه ما برآمدیم در وقت به می ضرورت و ترا میگه یک خانم دشنام داد یک صحابی رو میگه. من برش گفتم چرا رقم بد میگی؟ او یک صحابی بدری هست. میگه تو خبر نداری؟ میگه من گفتم چی گپ است؟ میگه نه بعضی اشخاص درباره تو این تو گپ میزنن. چی گپ؟ اینه که تو از سفر آمدی و چطور است و چنان است فلان است. میگه من آمدم در بین خانه گریه کردم یک روز و 2 روز. میگه وضعیت بسیار خراب است دیگه. میگه افتادیم گریه کردم میرم. بالاخره میگه از رسول الله صلی الله علیه و اجازه خواستم. گفتم یا رسول الله اجازه میدی من خانه پدرم برم؟ میگه من گفت که مشکل نیست برین. میگه من رفتم در خانه پدرم که دیدم مادرم و پدرم میگه صبح تا به شام دیگه به اندازه گریه میکردم و به الله رجوع میکردم که یا الله تو خود ذات رحمان هستی و رحیم هستی و ما زنها در عصر جاهلیت در چی بدبختی ها قرار داشتیم و با نعمت اسلام چی حقوقی بر ما داده شد. آل حقوق مادی و ظاهری را کلگی مراعات میکنه. این تهمت خطرناکی که دشمن اسلام ابی ابن سلول شروع کرده و تبلیغ میکنه و در تمام رسانه ها و در هر جای میخیزه و هر چیزا را میگه، حتی بسیاری از مسلمان ها را مشوش ساخته. یا الله تو دیگه بر من راه نجات پیدا کن. این میگه من به نعمت الله به این باور داشتم که الله عفت و پاکی مرا ثابت میکنه. خب میگه به این باور نبودم که الله به خاطر ما چندین آیت قرآن نازل میکنه. به این رحمت الله که به خاطر ما بیچاره چندین آیت قرآن نازل شود. به این دیگه من فکر نمیکردم که به این اندازه الله سر ما مهربان شود. و میگه الله متعال دیگه روز شد که واقعا برای ما احوال رسید و رسول الله صلی الله علیه و آله خنده کرد و برای ما گفت که ای مادر مؤمنه خوشخبری باشه برای تو که الله از فوق آسمان ها از عرش خود آیات قرآن چندین آیات قرآن نازل کرد تا که امو عزت تو را و عظمت تو را و عفت تو را و پاکی تو را و این که تو از اولیاء الله هستی امیر الله بر تمام مسلمان ها چی کنه ثابت